یه مصاحبه با هم دیگه داشتیم آقای مطرف، فکر کنم 4 سال پیش بود. بله. شما برای اولین بار یه نکته گفتین پرسپولیس رفته بود لیگ قهرمانان حاضر شده بود، شما گفتین که با تیم ریان بازی داشتین که آقای بلان سرمربی ریان قطر. آره تو اون برنامه گفتین که آره آقای لوران بلان که سرمربی این تیم بوده تو کنفرانس منو دید گفتش که شما فراتر از آسیا بازی میکنید. یه نکته رو من بهتون اشاره میکنم، این که تو آسیا هم آیا کسی تیم پرسپولیس رو حمایت میکنه؟ میگم صبح نمیخوام کام بینندای عزیزتون رو تلخ کنم. ما تو همین 3 ماه پیش تو اردیبهشت ماه که بازی آسیایی بود، من از کنفرانس می اومدم بیرون، آقای لورن بلان سرمربی الریان، ایشون سرمربی تیم ملی فرانسه بوده، سرمربی پاریس سن ژرمن بوده. من از کنفرانس می اومدم بیرون، با ایشون برخورد کردم، ایشون می‌خواست بره تو کنفرانس، با هم صحبت کردیم. ایشون گفتن که خارج از نتایج تیمی شما، فوتبالی که ارائه می‌کنید فراتر از آسیاست. لورن بلان دیگه فامیل من نیست یا پرسپولیسی نیست که. پس بنابراین بیایم منطقی باشیم، این صحبت‌های سطحی و کف خیابونی رو بذاریم کنار. چقدر استقلالیا بعدش با این مصاحبه شوخی کردن خودتون دیدین؟ دیگه بعد از همون مصاحبه بود که اسم منو گذاشتن حمید بلان. حالا ابی نداره، ما هم احترام میذاریم، ولی خب این واقعیتی بود که اونجا اتفاق افتاد و زمانی که آقای بلان، خب میدونید ایشون سرمربی تیم ملی فرانسه بوده، سرمربی پاریس سن ژرمن بوده، بارسلون بوده، هم بازیکن بزرگی بوده هم مربی بزرگی بوده و حالا خدا رو شکر مدیر رسانه‌ای ما، مدیر روابط عمومی ما اونجا حضور داشتن. بله دقیقاً. موقعی که ایشون با من صحبت کرد از این ادبیات استفاده کرد و این جملات رو گفت و من اومدم نقل قول کردم و دوستان اسم ما رو گذاشتن حمید بلان، ولی واقعیتش این بوده که من اینو نقل قول کردم.